شب چلا وان یک دلم شیشتن خنده میکنم. شبم یه استایل هزارگی. سلام بچه‌ها، خوش آمدین در یک ویدیو دیگه. امشب شب یلدا و ما میخوایم جشن بگیریم. یک دی مهمانی خیلی باحال بزرگی توی شهر انگلشتاد ایالت بایرن برگزار میشه که ما میخوایم اونجا بریم که تمام کامل آماده شما در ادامه هستیم. خب بچه‌ها، ما الان حرکت کردم. بعدی که بچه‌ها هم قرار گذاشتیم که توی ایستگاه مرکزی قطار همدیگه رو میبینیم. هاپانوف. خب بچه‌ها، ما الان اوبان جای خانه هستم. قطارم 8 دقیقه دیگه میاد. خب بچه‌ها، دیگه الان ما سوار قطار شدیم. قطار رضا لحظه آخری رسیدک. 3 دقیقه مونده بود حرکت کنه. بعد دیگه الان حرکت کرد. ساعت 3 و 3 دقیقه. ساعت 3 و 51 دقیقه انگلستان میرسیم. تقریبا 50 دقیقه. ان شاء الله. آره خب باش. شوخی خنده انرژی سر کار نبودید، امروز بیکار بودید. من بیکار. نه دیگه اونجوری فکر می‌کنم من یک آدم علافم در بدرم. نه مثلا تو بیکار بودی. توی قطاری که ما داریم میریم الان خیلی از این عقبا این بارنبر صدا میاد، صدای همشری. بچهای همشری میاد که احتمال زیاد نام انگلستان مرن. خب قطار در انگلستان مره دیگه. آره دیگه دارم اونجا، احتمال منظور اون جشن مره. آره. بیا حسین یک کاری بکن. بابا اصلا ازش یک مصاحبه بگیر. مصاحبه چی بگیرم؟ همینجوری برو یه مصاحبه بگیر، اصلا میخوای بری چیکار کنی اونجا، واسه چی میری، هدفت چیه اصلا؟ برو در مورد این جشن بپرس اصلا. جشن برام بپرسم. آره. برو خود چی بگم تو جشن خوش داری میگه خونه میگیریم بعد این قطار اومده روانم دیگه. وان یک دلم شیشتن خنده میکنم. من بهش میگم یک این مصاحبه چی هست؟ مصاحبه جنجالی موندن بازو. یک مصاحبه یک جرم نخواه میگه نظر تو راجع به فلان چیز چی هست، فلان پشم زن خارجی نظر تو راجع به زن خارجی چیه. بازو یک چیز میگه بازو یک جنجال دیگه و 100 تا ویدیو دیگه پشت از باز بور میشه. فهمیدی؟ آره. 100 نفر دیگه راجع به از ویدیو باز جرم ده. خوبه دیگه، همین خیلی عالیه. برو. آره بچه خیلی خوب جنجالی هم هست. فهمیدی؟ چه گفتابی شده. آره. خب بچه‌ها، ما الان انگلستان رسیدیم. بعدی که ساعت الان 4 اسکا اونجا بود، اسکا قطار. بعد ما گفتیم که نیم ساعت هنوز وقت داریم. گفتیم مثلا به جای که با بوس بریم همون پیاده بریم دیگه. راستی بعد این جشنا که هست من اینا رو خیلی خوش دارم. فهمیدی؟ خب اینا یک رقمی که ما که مثلا اینجا کسم مثلا اوقات فامیل و از چیزا اوقات زیاد نداریم دیگه اینجا دیگه ملکی چی دیگه قریبی دیگه. فهمیدی؟ خب همشریات میبینی خوشحال میشی نه؟ آره اونجا میره خب کلا یک سیوالی میده دیگه، همه همشری‌ها هستن. بعد دیگه مثلا الان مثلا این جایی که ما بریم بزن و برقص چیزا هم 100% داره دیگه. آره. بعد چیزا خیلی بالا دم بریم شرکت مونه، روحیه آدم کلا عوض میشه. یک جوری مثل عروسی میمونه. ایران که عروسی ما رفتیم یادش خیلی. آره رقم بدون دعوت، عروسی‌های ایران بدون دعوت بیشتر مزه میدن. ما با دعوت رفتیم بدون دعوت نرفتیم. حالا تو رفته ولی دیگه خود حالت نگو دیگه اون. هر کی چیزا رو برگزار میکنه و اینا خدا یارش. دمش گرم. آره دمش گرم، خسته نباشی. یک طرف از ما. راستی باز اونجا بری یک دانس من چیزا می‌بینی نمی‌دی تو؟ من دنس نمیتونم بکنم، یاد ندارم. شرمنده. دانس باید بکنی. فهمیدی؟ قشنگ با هم بریم. فهمیدی؟ توی ایران که بود یادت کس دانس نمی‌کرد و چیکار می‌کردن؟ خب عروسی یک نفر از پایز کش می‌کرد، یک نفر از دیس کش می‌کرد، یک نفر دیگه از آقا تله می‌داد. حالا اینجا میگم تو دانس نکن باز ما. نه دیگه بچه‌ها هم هستن اونجا، بچه‌ها هستن. اما میگم ببینید بیشتر. رقم میدی چی گوسفند نمیگیره میاد مثلا فیلم رو بره دیگه. نه خب عروسیه دیگه، این جشن فرق میکنه. داستانش کلا فرق داره. خب دیگه مقصد دیگه خلاص از این کارو نکن، من دیگه همون آدم باش. باشه حالا دیگه در کل بگو چیزا واسه سخت گیر میاد اینجا. رب نداره. آره اونایی که در کل وطن هستین یا که در ایران هستین یا که در اینجا هستین و فامیل اینا دارین عروسی دارین قدرش بزنین. آره ما رو هم دعوت کنید. آره همینایی که در اروپا هستین و آلمان اینجا هستین ما رو دعوت کنین دیگه یگان دفعه دیگه. آره نکنین ناجوانی نکنین. قشنگ ما خود میام براتون مجلس گرم میکنم.
یک بخینه چند نفر دیگر هم برمی‌داریم میرم. یک بچه هست مصطفی خود مصطفی نام داره ولی یک ویدیو هست باز اینجا می‌بینیش. قشنگ دنسر حرفه‌ای دیگه. اونو رو میارم فهمیدی؟ خب بچه ما داشتیم می‌میدیم. دمرو خیلی بچه همشهری زیاد هسته. هوگو رو دیدیم یک خوبای منشان. زنده باشی. بعد دیگه اره و جلوی هم که بیچرخه دوربینو هست بچه هم دارم مورن. راستی ما چند پیش با رضا داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد این جشنایی که مثلا چیزا میگیرن و فلان نه. تو چی گفتنی دارید این چیزا؟ به نظر من 100 از 100. تو هم خوش داری نه؟ تنها زندگی نیده کشورها کلا نگاه دقیقاً دقیقاً می‌گی که همون مثلا- چیزی ما رو گفتی خدا وکیلی. دو اکثرا با فامیل هم نیستی حالا اینجور جشن‌ها فقط یک فرصت برای اینکه دوباره حالت یک انرژی مثبت داشته باشی. حالا می‌بینی اینو لباس‌های هزارگی آماده عیار تیار از واسکت گرفته تا پیراهن تا تنبون تا کولا همش مشخص منظم. حالا اونجا که رفتیم دوباره چنجش میکنین و بعد شب هم یه استایل هزارگی شاید والله اون تو تجهیزات کامل آمده تجهیزات کامل. ما دیگه قربان دست مادر دختر فرستاده. اوه نه جور کده. بله ایوال اوه بچه اونجا که میبین همین مجلسه که فکر کنم درش هنوز بسته. مردم جلوش جمع شدن ولی منتظرن. آره. خب ما دیگه تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه میشه که اینجا رسیدیم. جلوی در هنوز دقیقه شلوغه و داخل نتونستیم بریم فعلا. دیگه ببینیم کی داخل برسیم. ما ساق حرکت نمیکنه اگه ببینیم. خب بچه‌ها ما بالاخره با هزار تا بدبختی داخل آمدیم. خیلی چیز بود شلوغ بود دیگه. بعد داخل آمدیم حالا تنش هستیم. بعد مصطفی برار ما پیدا کردن اینجا. لباسای وطنی قشنگ. خدا یاره. سلام دوستای عزیز، مصطفی طایی هستم. دیگه امروز در جشن شب یلدا، در آسترین شب سال یا شب چله دیگه آمدیم با دوستا فرهنگی ها عزیزا جشن بگیریم. دیگه جمعیت دوستا زیاد بودن، آخر تانستیم بیاییم. آره جمعیت خیلی زیاده. هنوز خیلی هایم میبر میبینید دیگه خیلی هایم جا پیدا نکردن که بشینن اینجا وایستادن مثلا. حالا خیلی دیگه بچه ها که هوگو اینجا بود بیرون هنوز نتونستن داخل بیان. آره دیگه ببینیم دیگه چی میشه. حالا فعلا ما آمدیم. خب مصطفی خب ما این لباسه است ما رو خیلی کنجکاو کرد مخصوصا چپلی؟ آره امی چی رقم هست این کست مشهور به چپلی پیشاوری یا چوک مانگم که مردم های پشتو زبان از ما شما زیادتر چپلی ما بشه دیگه. مردم های زیادتر از مخصوص چی نیست دیگه بسا ورقه هزارگی اولا هزارگی نیه ولی دبا این هزارگی از دوران طالب به بعد مود شده دیگه. کلا هم رقمی مناطق پشاور کویته همین قسمت ها زیادتر دیگه. خب یک چیز کلیه دیگه یعنی یک چیز استفاده کلیه دیگه چون به خاطر که مردم زیادتر استفاده میکنن باز در کل مناطق فعال استفاده میشه. در افغانستان و پاکستان یک جای دیگه زیادتر ولی در پاکستان در پشاور در کویته این طرفا زیاد مردم میشه. در کل چیز بالیه اگه رو باید میگیرم واسه افغانستان دوستا اگر هست 1000 دست میرم انشالله. بعدی که الان تازه چیز شروع شد خواندن اینا دیگه آقای احمدی فکر کنم. آره دیگه موسیقی میشنیم. در همه جانم میشم این تو گذاره من سر زمین
خب بچه‌ها میزان برقص اینا تمام شد آمدیم بیرون الان جامعه رو می‌بینین آمده بیرون رو بعد دیگه آره ما غذا گرفتیم آره دیگه غذای ما هم اینجوریه خب بچه‌ها ما دیگه الان دارای برگشتیم اومدیم توی قطار خیلی عجله‌ای شد لحظه آخری یعنی ما از اینجا آمدیم بیرون یعنی تایم نگاه کردیم که قطار چند دقیقه دیگه نموره دیگه بعد سری دیگه اومدیم آره دیگه بود اومدیم قطار رو گرفتیم آره دیگه بعد خیلی هم خسته شدیم اونجا هم خیلی رقص و بزن و رقص نبود خوش گذشت آره خیلی خوش گذشت آره بعد یه آره دیگه خوش گذشت غذاش هم خوشمزه بود آره کم بود ولی خوشمزه بود کم همیشه چیز کم خوشمزه قبول داری آره و مخصوصا خواننده‌شی امیر احمدی خیلی بال بود ما باش خیلی حال کردیم بعد دیگه خواننده دیگه هم بود مثلا صدیق مددکار و دیگه چند تا دیگه هم بود اینا ولی با امیر احمدی خیلی حال کردیم رفتیم خوب دنس کردیم یعنی وقتی اون میخواند خب تقریبا این صحنه هم کوچیک بود جای رفتش یک 50 60 نفر میریخت دیگه آره بقیه هم خوب بودن نه که بد باشن بقیه هم خوب بودن ولی خب حساب دیگه بالاتر بود آره اون چیزی باحالی بود خوش گذشت کسایی که بودین خب کسایی که نبودین جای شما خالی خب بچه‌ها ما منچن که برسیم دیگه باز اما اسکا مرکزی قطار هر کی ما رو خانه نخودش میگونه آره دیگه همه خسته ان دیگه آره دیگه ولی در کل خیلی خوش گذشت خیلی بال بود از چیزا دیگه ما هم خسته بودم ولی خوب بود آره بگم میشه ایمانی هستم نفر اول اونجا هستم آره دیگه آره دیگه دمتون گرم تا آخر ما بودین خدا یارتون دیگه مواظب خودتون باشید لایک کنید دمتون گرم چاو